دوستای عزیز سلام. امید که صحت و سلامت باشید. فرزانه غفوری هستم با برنامه مدیریت صنف بدون توسل به خشونت. موضوع مورد بحث امروز ما: با شاگرد ضعیف چی باید کرد؟ استاد برای اینکه بتواند نقش خود را به نحو شایسته انجام دهد، مقرراً توصیه می شود باید فرد از شاگردانش را بشناسد. منظور از شناخت شاگرد داشتن معلومات کافی در مورد جنبه‌های مختلف و ویژگی‌های رفتاری و توانایی‌های ذهنی آنها است. زیرا پلانگذاری یا برنامه‌ریزی و تنظیم فعالیت‌های صنفی دلیل این گونه شناخت‌ها می‌باشد. چرا بعضی از شاگردان دیرتر یاد می‌گیرند؟ این سوالی است که باید هر استاد محترم از خود بپرسد و در صدد پاسخگویی به آن برآید. در اینجا بعضی از علتهای ضعف در یادگیری ذکر می گردد که نظر به علت ضعف در یادگیری راه حل آن متفاوت می باشد. به هر استاد محترم واجب است که تفاوت‌های فردی شاگردانش را بداند. تفاوت‌های فردی به دو نوعند: تفاوت‌های بین فردی، تفاوت‌های درون فردی. تمامی تفاوت‌های ظاهری بین شاگردان عبارتند از تفاوت‌های بین فردی و هر گونه تفاوت از لحاظ خصوصیات و توانایی‌های ذهنی عبارت است از تفاوت‌های درون فردی. پس گفتن می توانیم که شاگردان نه تنها از لحاظ ظاهری با هم متفاوتند، بلکه از نظر خصوصیات اخلاقی، هوشی و روانی با یکدیگر نیز متفاوت می باشند. بنابراین اگر بخواهیم تمام شاگردان صنف را با یک روش و یک اندازه درس دهیم و انتظار داشته باشیم که تمام آنها مطالب گفته شده را به عین اندازه یاد بگیرند، مانند این است که به تمام شاگردان بوت‌های به یک اندازه و یکسان را بپوشانیم و توقع داشته باشیم پاهایشان بدون هیچ گونه ناراحتی به رشد طبیعی خود ادامه دهد. ضعف در یادگیری شامل مشکلات سخن گفتن، مشکلات نوشتن، مشکلات خواندن، مشکلات در توانایی بینایی و شنوایی، ناتوانایی در ریاضیات. عوامل ضعف یا ناتوانی در یادگیری به سه دسته می باشند: عوامل جسمانی مانند نقص در بینایی و شنوایی، سوء تغذیه و ضربه مغزی. عوامل محیطی مانند تجارب تلخ و ناگهانی، مشکلات خانوادگی، غیرحاضری‌های طولانی از درس و مکتب. عواملی که ریشه جسمانی یا محیطی ندارند مانند بی‌توجهی به شاگردان ضعیف یا زمینه‌سازی برای شکست آنها که این خود گناه نابخشودنی است. اگر با شاگردان ضعیف برخوردیم، چنین راهکارهایی میتواند در برخورد با آنها مؤثر واقع شود. تکرار درس توسط استاد و شاگرد لایق‌تر. ارزیابی صنفی بعد از نتیجه گرفتن در صدد حل مشکلات برآمدن و راه حل پیدا کردن. نباید نمره کم گرفتن در فعالیت‌های صنفی را نادیده گرفت. پیشرفت شاگرد ضعیف را مورد بررسی و تشویق مناسب قرار دادن. دادن وظیفه خانگی متفاوت به اندازه توانایی شاگرد ضعیف. افزایش اعتماد به نفس این گروه شاگردان با روش‌های مختلف. بیشتر به نقاط قوت و توانایی‌های این گروه شاگردان توجه نمایید و از توجه بیش از حد به ضعف آنها بپرهیزید. ترس از شکست و ناامیدی در این دسته شاگردان را کاهش دهید، چون شاگردان ضعیف از لحاظ عاطفی بسیار آسیب‌پذیرند. توقع یادگیری، فعالیت و همکاری در صنف را در حد توان آنها از آنها داشته باشید. هیچ زمینه را برای اضطراب، تشویش و خجالت زدگی آنها فراهم ننمایید. همیشه موقعیت‌های موفقیت آمیز را برای شاگردان ضعیف ایجاد کنید. تماس با اولیای شاگرد، همیاری خانواده‌ها و منظور موفقیت در تداوم کار شاگرد و توجه آنها بسیار مؤثر است. برقراری روابط عاطفی مطلوب. برقرار نمودن روابط عاطفی، ایجاد محیط فعال و سالم در صنف بسیار حائز اهمیت است. از کینه‌دوزی و دادن لقب‌هایی که سرشکستگی و خجالت زدگی را به همراه دارد، چون تنبل، کودن، نالایق و غیره باید جلوگیری کرد. دوستای عزیز، این بود موارد چند درباره ضعف در یادگیری و اینکه چرا بعضی از شاگردان دیرتر یاد می‌گیرند. بنابراین برای استادان گرامی لازم است تا تفاوت‌ها بین فرد شاگردان خود را بشناسند.
امید که این موارد مفید واقع شود و تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند یکتا می سپارم. اوقات خوب و خوش.